یه دقیقه بشینیم. من برای من دست قشنگ بزن، میخوام براتون برنامه اجرا کنم. خب حمید بیا یه دقیقه دیگه. این صدای پیانو که پخش شد یاد یه حرفی افتادم از دکتر محمد نظری. میگفت بعضی وقتا که تو خونه دلم میگیره میرم سراغ پیانو، بعد میبینم پیانو نداریم، میرم قابلمه رو برمیدارم پشت شروع میکنم ضرب گرفتن. اومد حمید جان بیا. حمید حامی رو به افتخار حامی یه دست بزنید. حسن یه دقیقه بشین جان من بیا بشین. حمید جان یه دونه از اون استثنائیاشو بخون. ماشاءالله چقدر برافراشته هم داری. زنده باش. خب یه تشویق شایسته به افتخار حامی عزیز و اجرای زیبای دیگر از این خواننده آقای حمید. وایسا برای حامی عزیز من چه کار کنم با این دوتا جوگیر؟ آقای خدا میدونه. امیر جوشقانی و نظر. دکتر محمد نظری نشسته بودن پای تلویزیون، داشتن یه فیلم سینمایی جنگی بسیار اکشن و بزن میدیدن. انقدر این فیلم روی روحیه امیر و محمد تأثیر گذاشت که انتهای فیلم محمد سینه خیز رفت تلویزیون رو خاموش کرد. وقتی برگشتید امیر تیر خورده مرده. این دیگه چه وایسا یه فرصت بده. یه دقیقه فرصت بده. خداحافظی باید بکنیم. ما باید بریم سراغ حسام. حسام من دقت کرد اینو بگید. چرا شلوار اینو در بذار جلو دماغت. میدونی دقت کرد آخه محمد نظری حرف قشنگی میزنه برای دکترم. آقا ما بریم بازارچه دقیقه بعد. یکی از خوبیای سرماخوردگی اینه که هر وقت انگشت رو دماغت میکنی دست خالی بیرون نمیای. یه چیزی دستو میگیر. از اینا بگذریم. دست فیلم میگفتم. عجیبه تو فیلمای ما هر وقت یه صحنه ترسناکی داره نشون میده بیرون رعد و برقه. همیشه طوفان. عالی بود. بعد جالبه رعد و برق همه جای دنیا 2 مرحله داره، در ایران 4 مرحله داره. همه جای دنیا اول یک نور خیره کننده است، بعد صدای آسمون قرنبه. در ایران اول نور خیره کننده، بعد صدای آسمون قرنبه، بعد صدای آژیر ماشین ها و بعد بد و بیرایی که مردم میگن که آقا این آژیر تو قطع کن چون مرحله 4 دزگیرشو ببر. بذار بریم بازارچه. حسام جان، حسام ناصری حسام بگو. خب عرضم به خدمت شما امشب وقت نشد که ما یه لحظات ناب رو از بازارچه براتون ارسال کنیم. فقط بدانید که در این 1-2 روز باقی مانده با جشن بزرگ آزادی زندانیان جرائم غیر امن در خدمت شما هستیم و فردا در این غرفه کلی باهاتون کار داریم. قربون معرفت آدمایی که دست گذاشتن روی این پرونده ها تا امسال خیلی از این پدرها سر سفره زن و بچه‌شون باشن، همشون آزاد شدن. برنامه امشب تموم شد اما چیزی از ماه بودن تو کم نمی‌شود. خداحافظ تا زود. متشکریم از حسام. بازم یادآوری کنیم که اگر فردا عید سعید فطر بود ما از هلوش ساعت 9 در خدمت شما هستیم تا 13 با پخش زنده برنامه ویژه عید سعید. یه عذرخواهی هم بکنیم از تمام برندگان مسابقه ما هدایت که در واقع اینجا حاضر بودند و قرار بود جایزه‌شون رو دریافت کنن. عذرخواهی می‌کنیم. اگر فردا عید شد فردا صبح جایزه شما تقدیمتون میشه، اگر نه پس فردا جمعه صبح 9 صبح اینجا آماده باشید برای اهدای جوایز. آقای جوشقانی دامن مکش که دامنت سایبان تابستان عمر من. زنده باشی قربونم بری. من می‌خواستم این مطلب خدمتتون بگم. شما نبودین پشت برای من یک جوکای بی‌مزه‌ای میگفتن. امیر من میگه که یه مرغی خورد به یه تیر آهن گفت خود دینگ. این اصلا خنده داره. یا این یکی برگشته و میگه یه روز یه افریقایی شلوار قرمز پاش کرد اومد جلو خانومش گفت بهم میاد، گفت آره شبیه انبردست شدی. تو هر دوری تو هر دیدار تو با منی انگار